از سادگی و زودباوری اسلحه استفاده برده به ناموسش دست‌درازی میکنند. پس از این حادثه ننگین نزدیکانش راست است که با جوانی تاجیک خانه‌دار شده است. میخواهید فهمید که او تا حال هنرپیش است یا بعدی اویله‌دار شوی ترک سینما کرده است. از خرد تا کلان به وجد آمده بودند. اینجا گپ سری نفری میرود که در فیلم همیان نقش دختری نجیب سردار نوربانو را بازیده. امروز دختری نجیب سردار از بخت خود میبولد، زیرا الکی صاحب فرزند گشته است و شخصانی که در مسکو قرار دارند و پروپیسکا کردن میخواهد خزاین خانه‌ها تاجیک خدمات برادرها شخصانی که زن مرد کودک فرد اویلوی همین رقمایی که موندگیم زنگ بزنیم بسیارتر معلومات میتوان و چی گفتنیم دیگر نرخ‌ها ارزان‌تره و آدمی باورینا که یک ماه دو ماه تو وقتی که مومیدتون که تو گیر تو چند قدری که در کارتونه پروپیسکاتون میکنه. بعد یک چیگان گفتن نموند که برادرها و شخصانی که گرینس گذاشته میخواد همه روزه سفر داره که بخاطر شرکتی باورینا که ماشیناش کامفورت نه اینجا رقمش موندگیم فقط اینو مهراب رو گپ زنه با شما سکیت چوت کنه. نوربانو این نام و این سیما فکر میکنم که از یادی تماشاچی کانال ما هیچگاه نرفته است و نخواهد رفت. اسم زیبای نوربانو را از فیلم مشهور همیان همگی در یاد دارند و از نقش آفرینی این زیبا صنم ترک قول میدیم که از خرد تا کلان به وجد آمده بودند. اینجا گپ سری نفری میرود که در فیلم همیان نقش دختری نجیب سردار نوربانو را بازیده تمام دنیا را به حیرت آورده بود. شما میدونید که این دخترچه به نظر 18 ساله چی حال و هوا دارد؟ میخواهید دانید که او چند ساله است و چگونه زندگی به سر میبرد؟ راست است که با جوانی تاجیک خانه‌دار شده است؟ میخواهید فهمید که او تا حال هنرپیشه است یا بعدی اویله‌دار شوی ترک سینما کرده است؟ ما به شما معلوماتی پوره را خواهیم در این باره قصه کرد. نام اصلی او گیوکچه میباشد. او 30 اکتبر سال 1992 در شهر سینوپی ترکیه به دنیا آمده است. پدرش کامیل مردی ثروتمند بوده، چند شرکت لباس برداری دارد. وقتی دخترچه خردک که او گیوکچه به دنیا آمد، پدرش از خرسندی یک هفته به اهل محله توی داد. در 3 سالگیش عائله آنها به شهر استانبول کوچ بستند. اکنون گیوکچه ماهرو مکتب را در پایتخت با موفقیت ختم نموده به فاکولته تئاتر و کینوی دانشکده صنعت و معماری داخل شد. هنوز زمان دانشجویی خریداران این پریچهره از موی سرش هم بیشتر بودند و مدام چون سایه از پسش میگشتند. اما گیوکچه فرشته خصال به سوختن و کودختن‌های این مجنون‌های نوبرآمد تماما اهمیت نمیداد. او تنها در فکر از خود نمودن نازکی‌های هنر و رسیدن به قله‌های بلند صنعت بود. زینه‌های هنر از سال 2001 تا 2023 یعنی گیوکچه نازنین رو در فیلم‌های ترکی دعوت می‌کردگی شدند و سال 2011 در راهی بد فیلمی رو با او باور نمودند که خیلی هم نقش جالب رو بازیده شهرت حقیقی رو به گیوکچه بیشتر افزون نمود. ولی شهرت حقیقی اساساً از فیلم‌ها با گیوکچه نقش دختر نجیب سردار از سریال همیان آورده بود. همیان کلیدی شهرت گشت برای او. وقتی که سناریوی سریال همیان آماده شد، برای انتخاب هنرمندان با این فیلم کاستینگ اعلام کردند. زنها و مادران عزیز، همه شما رو برای کار کردن در شرکت اتمی دعوت میکنیم. خیلی آسانه کار در این شرکت، یعنی که شما در 1 سال 2 مرتبه همگی خرید میکنید، تمام بالای شما نمیسوزد. زوانیه هایی که میگیرید از زوانیه ها نمیافتید، شما فقط همین کماندتون مستحکم میکنید و از حساب همین معاش های نقض میگیرید. شرکت اتمی دارای سرتیفیکات خلال می باشد، یعنی هم محصولاتش همین خیلی سرتیفیکات خلال دارن. می توانید با از اینترنت در اومده خونید پرسید از همین درباره همین محصولات ها به حد و ایشون خوب صفات خوبن. شرکت اتمی زیاده از 27 دولت جهان که همکاری میکند و از ماه ینور در تاجیکستان نیز آفیساش باید شده شود. از این رو دیر نکردن نویسید در رقم‌های در روی اکران بوده کار رو به پرگی شما میفهمونن، آسانه تز پیش میروین. گیوکچه نیز خود در آن نامنویس کرد و از بین صدها دختران هنرمند قره بخت محض به نام این زیبا صنم افتید. در این فیلم نقش نوربانو دختر نجیب سردار را بازیده گیوکچه نه تنها در ترکیه بلکه در تمام عالم مشهور گشت. دختری زودباور. پس از این سریال همیان گیوکچه به 2 سیمای استانبول دعوت نمودند. در این فیلم او نقش اصلی را چنان رقت‌آور بازیده است که به آب دیده نمیتوان یگان سریال فیلم را تماشا کرد. از سادگی و زودباوری اصلی استفاده برده به ناموسش دست‌درازی میکنند. پس از این حادثه ننگین نزدیکانش از دخترک روی میتابند. یگانه شخصی که او را دستگیری میکند برادرش است.
محض او از بالای جوانی که به ناموس اصلیه دسترازی کرده است شکایت می‌نماید. از ترس دادگاه جوان اصلیه را به زنی میگیرد، اما بخت مجبوری به جای شهد به جام عمری اصلیه زهر میریزد. خوشنامانش به کلینی به قول خودش شرمنده هیچ روی خوش نداده روزی اصلیه را سیاه میسازد. نه تنها اصلیه بلکه اکثر قهرمان‌های آفریده گیوکچه دخترهای ساده و زود باور هستند که زود به دام جوان‌ها میافتند. بسیاری‌ها گمان می‌کنند که اکتریسا در زندگی نیز مثل قهرمان‌هایش ساده‌دل و زود باور است، ولی در اصل گیوکچه چنین نیست. عروسی گیوکچه هزار جوانانی پهلوان با جان و دل عاشق زاری گیوکچه گشته بودند. عروسی گیوکچه هزاران نفر جوانانی پهلوان با جان و دل عاشق زاری گیوکچه گشته تیار بودند که تمام دورایشان را در پیش پایهای این زیبا صنم بریزند، اما تنها ابر جوانی ترک توانست دل این پریچهره مشهور را به دست آورد. توی عروسی و دامادی این دو جفتی زیبا در یکی از دولت‌های پیشرفته عالم با شکوه و شهامت زیاد برپا گشت. امروز دختر نجیب سردار از بخت خود می‌بالد، زیرا الکی صاحب فرزند گشته است و همان هر روزی حیاتش مثل ماهی عسل در بری شوهرش ابر و دخترچش مثل عسل بر این شیرین می‌گذرد. دوستان عزیز، کانال مهراب همیشه از حیات هنرمندان، قهرمان‌های مشهور فیلم‌های ترکی و تاجیکی با شما معلومات‌های جالب پیشنهاد می‌کند. پس به کانال ما پادپیسات نمودن و لایک گذاشتن رو فراموش نسازید. با ما بمانید.